قبل از اینکه دوستان ایرانی شروع به ناسزاگویی بکنند، کاری که ما ایرانی‌ها بسیار بلدیم و جزء فرهنگمون هم هست، اینو بگم که من شخصاً طرفدار یک ایران آباد، آزاد، مستقل و یکپارچه هستم. تصاویری رو که می‌بینید انفجار در یک خانه مسکونی، یک آپارتمان مسکونی در شهر بندرعباس در استان هرمزگان در روز 11 بهمن سال 1404 که تقریبا میشه برابر با 30 ژانویه 2026. این تصاویر خودش گویای بسیاری از حقایق هستش که خیلی از ایرانیان شاید اصلا نتونن تصور بکنن و یا دوست ندارن تصور بکنن. اونم اینه که یک پروژه بسیار بزرگی از چند ده سال گذشته، شاید قبل از انقلاب ایران، برای تجزیه ایران آغاز شده و ما داریم یواش یواش وارد مراحل پایانی یا مراحل ترمینال میشیم که ایران رو به یک یوگسلاوی دوم تبدیل بکنه. در پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 کشور قدرتمندی در جنوب شرق اروپا وجود داشت در منطقه‌ای به نام بالکان به نام یوگسلاوی. یوگسلاوی در اواخر اون دهه دچار جنگ‌های داخلی با کمک نیروهای خارجی شد و یواش یواش در طول 10 سال 15 سال جنگ‌های داخلی و کشت و کشتار مردم توسط همدیگه به 7 کشور تبدیل شد. امروز تقریبا 30 سال از این پروسه میگذره و این پروسه رو در اصطلاح بهش بالکانیزه شدن هم میگن. امروز کشورهای مثل اسلوونیا، کرواتیا، بوسنیا و هرزگووینا، سربیا، کوسوو، مسدونیا و مونتنگرو از دل این کشور بزرگ در اومدند. تقسیم یک کشور رو به اجزای کوچکتر در اصطلاح انگلیسی یا همون تجزیه رو بهش پارتیشن یا پارتیشنینگ میگن. نکته خیلی جالبی که من داشتم رو نقشه‌هایی که میگشتم نگاه میکردم، شباهت نقشه یوگسلاوی به نقشه ایران کنونی و امروزی بود. اگه ببینید پرچم جمهوری اسلامی روشه، به خاطر اینه که من از روی اینترنت اینو پیدا کردم و این چیزی بود که موجود بود. این دلیل بر طرفداری من از سیستم حاکم بر ایران نیست. این تصویری که در بالای صفحه سمت چپ میبینید نقشه کشور یوگسلاوی سابقی که دیگه امروز وجود نداره و این هم نقشه ایران کنونیه که واقعا باور نکردنی شباهت شکل نقشه و جغرافیا با هم دیگه. و این نکته رو اضافه کنم که ایران بسیار بزرگتر از یوگسلاوی سابق از لحاظ مساحت، از لحاظ جمعیت و همچنین از لحاظ بافت جمعیتی ایران دارای گوناگونی قومی بیشتر و پتانسیل تقسیمات بیشتری هم هست. من اینجا به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی امیدوارم هیچ کدوم از این سناریوهایی که ماها فکر میکنیم مثل بالکانیزه شدن، سوریه شدن، عراق شدن، افغانستان شدن ایران به وقوع نپیونده. ولی مسائل پیرامونی و اتفاقاتی که در دهه‌های گذشته به روی کار آمدن، جمهوری اسلامی، ناکارآمدی اقتصاد، ناهماهنگی مردم میبینیم، این تصور رو ایجاد میکنه که ایران به همین مسیری که من گفتم در حال پیشرویه.